زبان هست و دل است. وقتی که دل به صلاح بیاید، دل نیک شود، دل پاکیزه شود، دل به ایمان بیاید، دل به محبت خدا بیاید، دیگه چشمانم راست میشوند، چشمان راست میبینن، زبان راست گپ میزند، پاها راست میروند، دستا راست میگیرند، گوشا راست میشنوند، از کجی پرهیز میکنند، چشمان نادرست را نمیخواهند ببینند، دو گوشان گپی نامعقول را نمیخواهند بشنوند، پاها به جای ناجایز نمیخواهند بروند، دستا چیزی حرام را نمیخواهند بقپند. برای چی؟ پادشاه راست شده است که قلب پادشاه کسی چیزی را دوست بدارد یاد او را بسیار میکند، هر زمان همون را یاد میکند. یک انسانی که در درون دلش اگر شبان بروز در اپرا بالت گشته است، محبت زنان ارتیست در وجود او جای گرفته است، زنان شب در گوشه بشیند او از زنان ارتیسته و فاحشه گپ میزند، زناگر باشد همون لذت حرامی در